رادیو. موضوع برنامه امشب مهمترین مسئله و دغدغه نظام بعد از 33 سال حکومته. همکارم به شما توضیح خواهد داد که چطور میتونید در پرداختن به این موضوع مهم با ما همکاری کنید. موضوع شکست هست، نه اینکه نظرتون درباره شکست بگید، نه. ماجرا از این قراره که هر کسی اگر در زندگیش در گذشته تجربه هایی از شکست داره که تجربه های معنیداری هست، درسی ازش گرفته یا خیلی ویژه است و قابل گفتن هست برای دیگران، با ما در میون بذاریم. پس شکست هامونو یا مصداق ها و مثال هایی از شکست رو که گاهی وقتا به نفعمون تموم شده، گاهی وقتا درس ازش گرفتیم، به پیروزی رسیدیم و از این دست مسائل. خیلی سریع چند تا از پیامک های شما رو بخونم درباره شکست. آیت الله مصباح یزدی که از رفقای گرمابه و گلستان عظما هستن برای ما نوشتن هر وقت تو بازی منچ سیدعلی ازم میبره میذاره به حساب باهوش بودنش و هر وقت تو شطرنج ازم شکست میخوره به هم میگه تو چقدر خوششانس. سلام، خسته نباشید. شاید باورتون نشه من تنها چیزی که توی 35 سال زندگیم طعم و مزه‌اش رو چشیدم شکست و ناکامی بوده. با اینکه بیشترین تلاشو کردم، هر کسی منو میشناسه باور نمیکنه به جایی نرسیدم و درجا میزنم. فکر میکنم شدم سمبل شکست و ناکامی. نامه بود از یکی از سمبول‌های شکست و ناکامی در نظام، آقای حداد عادل، که اخیراً هم در به دست آوردن کرسی ریاست مجلس شکست خورد. آقای احمد رضا رادان نوشتن من الان 34مین ساله که دارم میرم امتحان کنکور شرکت میکنم. هنوز قبول نشدم. اگر 1 سال دیگه هم بتونم این شکست رو تکرار کنم به یک پیروزی تبدیل میشه. چون تنها رقیبم یعنی احمدی مقدم رو پشت سر میذارم و عنوان خنگ‌ترین مقام ارشد نظام نصیب من خواهد شد. مهمون ویژه این قسمت از برنامه ما یک کودک باهوشه که به سوالات مهمی پیرامون وضعیت امروز نظام پاسخ میده. پسرم چه خبر؟ سلامتی. دندونت کو؟ دندونم افتاد. دندونت کجا افتاد؟ دندونم نمیدونم، هندونه داشتم میخوردم یه دفعه همین یه دونه حسای سیاه افتاد اینجا، یه دفعه در آوردم دیدم ای وای دندونم باهاشه. خب کوچولو، این آقا محمود که دم به دقیقه میاد توی تلویزیون چون رئیس جمهوره میاد؟ آره، خب واسه خوشگلی که نمیاد. آدما باید اونو دوست داشته باشه. که نمیشه فقط خوشگل اما بیادب باشه که یه نمیشه. نه اصلا نمیشه. حتی مثلا آدما بیریخ باشن اما خیلی شیرین زبون باشن دیگه. خب بیریخته اما خیلی خوش شیرین زبونه اینا. خب اون بیریخت بد زبون رو ولش کن. اگه من بخوام در مسیر ولایت گام بردارم آخرش به کجا میرسم؟ میفتی تو سیاهچال اگه دیگه نمیتونی بیای بالا. جدی؟ یعنی اصلا نمیتونی بیای بالا. هرچی سبسنگی سفینه هرچی بره تو سیاهچال دیگه در نمیاد. آفرین. سوال آخر اینه که با توجه به این که تهدیدهای علیه نظام داره جدی‌تر میشه، سردارای سپاه اگر احساس خطر کنن چیکار میکنن؟ اصلا زور ندارن، هیچی ندارن. وقتی که احساس خطر میکنن میرن تو لاک. بعد اونجا از ترس میمیره؟ دیگه از ترس قلبش میمیره اما لاکه همینجور میمونه. نه بابا، لاکه هم نمیمونه. حالا اگه سردار سپاه توی اون دخمه گیر کنه و قلبش بگیره چی میشه؟ هیچی دیگه، صبر میکنه میمیره. دکتر که نداره دکتر. یعنی حتی دکتر فیروزآبادی هم باشه میمیره؟ حتما که ما حیوونا نیستیم که. دکتر فیروزآبادی خیلی چیزا رو خورده نه؟ خیلی چیزا. این سرلشکر فیروزآبادی وزنش از تو بیشتره نه؟ آره اون 100 برابر نه، 200 300 400 500 700 800 90 100 خیلی بیشتر از تو وزن داره نه؟ دیگه حتی میلیون برابر، بی نهایت برابر؟ من فکر کنم یادم اگه بی نهایت هم رد کنیم میشه بی نهایت 1. خب کوچولو خیلی ممنون. حالا میریم به استودیوی شماره 2 و اونجا من به اتفاق همکارم یک غزل میخونیم خطاب به
ولی امر مسلمین خارج کشور، یعنی همین سید علی خودمون. درست بال و پر نداری، اما مثل یک کرکس به نظر میرسی. یه خورده غاز از تو بلندقدرتره. قصه نخور، فقط بپر میرسی. تو از همین راهی که داری میری، یه روز با مخ کف زمین میخوری. تو اینقدر شهامتشو داری که لو بدی مال کدوم آخوری. فرصت خوبیه ببینی پاهات تحمل اضافه بارو داره. فرصت خوبیه ببینی پاهات تحمل اضافه بارو داره. خودت میگفتی روضه سید علی ارزش خوندن یه بارو داره. درست شبیه قصه رودی که چشم تماشای پلو نداره. دیکتاتورها همه پیاده میشن. مرگ در عقب جلو نداره. مرگ در عقب جلو نداره.